سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد خصوصیات ماه تولد صحبت کنیم. اینکه دیدی یه سریا به خصوصیات ماه تولد اعتقاد دارن، مثلا میگن مرداد، میگن اینطوریه، نه خردادی ها اینجوریه و میخوایم در مورد این صحبت کنیم و بگیم چرا احمقانه است و چرا هیچ فکت منطقی پشتش نیست. امیدوارم حالتون خوب باشه. کلا من جزو اون دسته از افرادی هستم که به این مسئله اعتقاد ندارم که چون من متولد فلان ماه هستم بس فلان ویژگی ها رو دارم و همه کسانی که اون ماه هستن این ویژگی رو با هم مشترک دارن، که خیلی البته هستن که به نظر من خیلی احمقانه است و میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا احمقانه است. فکت اول که چرا احمقانه است این که یه اثری وجود داره به اسم اثر بارنوم. چجوری این اثره؟ این که مغز آدم کلا دوست داره همه چیز رو به خودش نسبت بده. خیلی چیزهای خوب و اینها رو ما خوشمون میاد که به خودمون نسبت بدیم و فلان اینها. جوریه که یک حرفی اینقدر کلی باشد و اینقدر مبهم باشد و اینها که هر کسی بتونه نسبت بده که این حرف مال اونه. مثلا چی؟ مثلا میگن شهریوری ها خیلی صبور هستن، ولی وای به روزی که یه نفر بخواد پا رو دمشون بذاره، اون وقت دیگه چنان عصبانی میشن که هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیرن. تقریبا همه آدمای دنیا اینجورین. همه آدمای دنیا این ویژگی رو دارن، ولی اون میخواد بگه که ما فقط چون شهریوری هستیم این ویژگی رو داریم و همه کسایی که شهریوری هستن این ویژگی رو دارن. فکت دوم که چرا این داستان غلط و اینهاست، فکت دوم میتونی به دوقلوهای ناهمسان اشاره کنی. یعنی چی؟ اونایی که دوقلوان توی یک ساعت، توی ثانیه، توی روز به دنیا اومدن ولی عین همدیگه نیستن، شکل همدیگه نیستن. نه تنها شکل همدیگه نیستن، اخلاقیاتشون با هم فرق داره. یکی میره قاتل زنجیره‌ای میشه، یکی اصلا میره تو معبد یوگا میکنه و اینها و این اصلا شبیه هم نیستن. فکت سوم، این مثال به نظر من مهمترین مثاله که چرا این احمقانه است و اینها. فرض کنید شما 12 ماه سال دارین که شهریوری ها یه ویژگی خاص دارن توش و اینها. شهریور میشه یک از 12 تا. پس اگر کل ما سال رو 12 قسمت کنیم و یکیش بشه شهریور، پس کل مردم دنیا 1/12 شهریوری هن و احتمالاً بر اساس اون مزخرفات یه سری ویژگی های خاص دارن. مثلا همشون مهربونن، فرضاً شهریوری مهربون. حالا من دقیقاً نمیدونم اینا چی انا، خب چون نمیدونم کلی دارم مثال میزنم. حالا این شهریوری مهربون که 1/12 مردم دنیاست، 1/12 اعضای داعش هم هست. یعنی 1/12 اعضای داعش متولد شهریورن و با مهربانی با آدم ها برخورد میکنن. یا 1/12 آدم هایی که عضو نازی بودن و اینها هم شهریوری هستن، ولی مهربونیشون فرق داشتن، یعنی مهربونی خاص دیگه ای داشتن. پس این یه فکت مهمتریه که چرا این مزخرفه. بعدتون یه خاطره تعریف میکنم. یکی از بستگانم بهم گفته بود که از این تیم هایی که کارای هرمی و اینها میکنن، شبکه‌ای و اینها، هی گیر داده بودن بهش و اینها که بیاد اون یه پولی بده و فلان و اینها. این یه خسته شده بود، به من گفت که تو رو خدا بیا مثلا با اینا حرف بزن که اینا دست از سرم بردارن اینا. خلاص ما رفتیم یه روزی کافه‌ای و تو کریم خان و اینها بود. دیدیم یه 3-4 تا دختره اومدن دبدبه و کبکبه. خلاص 1-2 ساعت مغز ما رو خوردن و هر چی اینها گفتن من یک مثال نقضی آوردم که اینجوری نیست، این چیزی داره میگه کسچره، این چیزی میگه حماقت، فلان فلان فلانه. تهش دختره دیگه شاکی شده بود. یکی از اون دخترها اومد که یک استدلال بیاره که بر اساسش یه گوهی بخوره. گفتش که تو متولد چه ماهی هستی؟ من چون میدونستم که قراره چه گوهی بخوره الکی مثلا بهش گفتم شهریور. گفت آره شهریوریا همینجوری لجباز هم فلان هم، هر چی میگی گوش نمیکنن اینها. حرفش که بلافاصله تموم شد گفتم که من میدونستم تو میخوای همچین چیز کسچری بگی و اینها، الکی بهت ماه تولدم اشتباه گفتم، ماه تولدم اون نیست اینه. و همین نشون میده که منطقه چقدر ضعیف و اینها. بعد یارو دیگه لال شد کلا و خداحافظی کردیم و رفتیم به کار زندگیمون رسیدیم. فکت بعدی که میتونم اشاره کنم و اینها حیواناست. فرض کن این ماهای تولد این رو حیونا هم تاثیر داره. یعنی این
قرارگیری سیاره ها و ستاره ها در کنار هم بعد در ویژگی های شخصیتی حیوان ها هم اثر بذاره و اینها. مثلا خرسه داره میره ماهی شکار کنه و اینها، مثلا ماهی غمگین میشه این دلش میسوزه مثلا چون شهریوریه ولش میکنه میره. و این یه مسئله دیگه است. فکت دیگه که وجود دارد و اینها اینه که الان در جهانی که ما الان هستیم در سالهای اخیر و اینها اصلا روز تولد خود خانواده ها تعیین میکنن. مثلا میگم من میخوام بچه‌م فلان روز به دنیا بیاد و اینها، و چون میخواد فلان روز در بیاد اون دکتر عزیزی که داره مثلا سزارین میکنه و اینها دست اونه که این بچه کی به دنیا بیاد. مثلا بچه قرار بوده توی دی به دنیا بیاد، دکتر تو آذر به دنیاش میاره چون آذر یه مثلا روز خاص ویژگی خاص داره، میخوان تو اون روز مثلا به دنیا بیاد. از این حماقت ها. یعنی کل ویژگی های شخصیتی یارو چی شده الان؟ یعنی به فاک رفت، قرار بوده مثلا دی ماهی فلان بشه الان مثلا آذر ماهی فلان شده. چرا؟ چون تصمیم اینجوری بوده و اینها. فکت دیگه، فرض کن تو اول مثلا تو روز لحظه سال تحویل به دنیا میای و اینها، لحظه سال تحویل فرض کن 29 که تموم میشه ساعتش میشه 1 مثلا فروردین و اینها. حالا شما فرض کن که تو اون لحظه به دنیا اومدی، اون لحظه تو ایران ساعتش با اون لحظه توی آمریکا فرق داره. یعنی اگر من تو ایران به دنیا بیام امکان داره 29 باشم، اگر در همون لحظه توی آمریکا باشم امکان داره مثلا 1 فروردین باشم. یعنی به خاطر این تفاوت ساعت‌های زمانی و اینها که هر کشوری ساعت زمانی خودشو داره و اینها، الان اینجا روز اونجا شبه، امکان داره کل ویژگی شخصیتی من به فاک بره. این کل چیزایی که من می‌خواستم بگم در مورد این مسئله که چقدر این هیچ فکت منطقی پشتش نیست و اینها و چرا احمقانه است. و به نظر من شخصی بالغ و تحصیل کرده و عاقل و اینها برای فان میتونه به این چیزا بپردازه و مثلا باش بخنده و فلان اینها، ولی اینکه جدی باشه، یعنی بیس زندگیش رو، بیس روابطش رو بر اساس این بذاره که فلان طرف چه ماه تولدی داره خودش چه ماه تولدی داره، به نظر من خیلی احمقانه است. اصلا شخصی اینقدر جدی بگیره اینو برای من خیلی دیگه اصلا کلا آف میشه. حالا شما بهم بگید به این چیزا اعتقاد دارید یا نه، یا شاید اصلا کامنت بذارید بگید که نه تو داری کوشر میگی به فلان دلیل و فلان دلیل و فلان دلیل اینا درسته ما هم قانع میشیم. نه البته قانع نمیشیم، کوشر میگم ولی شما کامنت بذارید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.